اساساً در کلمه‌های دچار می‌آید که از زبان لاتینی و یونانی. سلام علیکم دوستداران انگلیشکدا. با شما هستم حبیب الله قدرتوف. امیدوارم که هر کجای باشید تنصیحاتو بردم و دائما خوشحال باشید. خوب، امروز نیز قاعده خونشی حرفای همسدا رو ادامه میدیم. حرفای امروزه ما ام، ان و پی می باشد. خوب، پیش از آغاز درس حتما در کانال ابونه شوید و دستگیری کردن ما رو فراموش نکنید. بیایید درس رو آغاز میکنیم. قاعده یکم. حرف ام همیشه م خوانده می شود. مثال من مرد. کلمه دوم مین اساسی مین مد دیوانه مد. خب کلمه چهارم روم اتاق حجره روم. آمدیم به قاعده دوم. حرف ان اساساً نه خوانده می شود. مثال نوز بینی many بسیار many neck گردن neck kind نمود و معنای دوم مهربان kind. آمدیم به قاعده سیوم. حرف ان در آخر کلمه پس از همصدای تی خوانده نمی شود. مثال autumn تیرماه autumn him column معنای یکمی آن می شود ستون یا که رکن و معنای دومی آن ستونی روزنامه column. رسیدیم به قاعده چهارم. حرف پی اساساً پ خوانده می شود. مثال pound house pound top نوک قله سر top part قسم جزء part peach شفتالو peach. آمدیم به قاعده پنجم و آخرین. اگر حرف پی پیش از همصدای اچ آید یک جایه با آن ف خوانده می شود. مثال های ذهنی را ببینید. فیز به معنای دوره مرحله فیز. فوتو رسم صورت فوتو. فیزیک. حالت ذکر شده اساساً در کلمه های دچار می آید که از زبان لاتینی و یونانی به زبان انگلیسی وارد گشتند. خوب تماشابینان عزیز، ویدیوی ما اینجا به آخر می رسد. اگر یگان سوال و یگان پیشنهادی باشد حتما در کامنتری نویسید. باقی سلامت باشید.